سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من آسیا کاستوم هستم و خیلی خوش اومدی به این ویدیو. بچه حالتون چطوره؟ نزدیک 12 الی 13 روز هیچ ویدیویی نداشتم، کاملا محتوای خوب نداشتم که بذارم. مثل خیلی دیگه نیستم که میسن چرت و پرت بیاد آپلود میکنه. یارو میاد 30 دقیقه رنگ ویدیو ریکورد میکنه، 30 دقیقه رو تو بک‌گراند میاد همون آپلود میکنه واسه مخاطب که واچ تایمشو میبره بالا و اینجوری. داش من اینطور آدمی نیستم، خدایی روم نمیشه من کمتر از 40 تا بخوام داخل یوتیوب آپلود کنم. همه میدونن دیگه، ما کلا این مدت حاجی میخواستم ویدیو بذارم، کلا پینگا بالا بود، پینگ رو 150 بود، 130 بود. الان دوباره سرور یکم بهتر شده، پینگم اومده پایین‌تر. بعد اومدم راجع به دو تا از حاشیه‌ای که این مدت‌ها خیلی مثلا پیش میاد و حرف بزنم راجبش. بچه‌ها اگه طرف بخواد مثلا کلا قطع فعالیت کنه از گیم بره، خب میاد یه استوری چیزی داخل اینستا میذاره، میگه آقا من میخوام از گیم برم و هیچ فعالیتی دیگه نکنم، کلا میخوام بای بدم و دمتون مثلا گرم تا اینجا حمایت کردید من دیگه نیستم. میاد همچین چیزی میذاره. ولی وقتی که طرف میاد دیگه هیچ بدون هیچ محتوایی، بدون هیچ استوری، خب هیچ داخل اینستا خودش اصلا نذاشته، نه کانالی، نه تلگرامی یا یوتیوبی، ویدیویی، هیچی نذاشته که مثلا دیگه فعالیت نمیکنه، خب حتما یه مشکلی براش پیش اومده که یارو فعالیت نمیکنه. خب حالا هر وقت عشقش کشید فعالیت کنه تا اون حد، اینجوری میخوام بهتون بگم. خب ولی یه سری میام میگه این به من گفته میخواد کجا بره، من میدونم این کجاست، به زودی با ماشین میرم دنبالش میارمش. یه چیزایی میگن اصلا آدم خندش میگیره، نکنید ناموسن، زشت، خجالت بکشید. یارو تا دیروز میومد باگ ردیم کد و 117 متیک و رایگان، نمیدونم با این حرکت 100 تا لجند رایگان بگید. اصلا چطور روتون میشه همچین چیزایی رو میخواید بذارید؟ آقا من قبلا با امین ویدیو از امین گذاشتم آجی، بعد سر چی گذاشتم؟ سر ممبرای کلانشم بود. خب من هیچ پدرکشتگی با این طرف نداشتم آجی، من باهاش تلفنی حرف زدم آجی. وقتی هم که باهاش حرف زدم اصلا کلی هم ناراحت شدم، پشیمون شدم، گفتم چرا من باید بیام از امین ویدیو بذارم، مثلا بیام اینو چیز کنم. اینقدر ناراحتم الان که میگم کاش که هیچ وقت اون روزا نمی اومد، من از امین هیچ ویدیویی نمیذاشتم. خب آدم مونده به چیز خودش. ولی وقتی طرف میاد هزاران ویدیو منتشر میکنه، داشت ممبرای کلانش به من کلی بی احترامی کردن، ولی امین یه حرفی به من گفت تو که میدونستی ممبرا دارن اینجوری میکنن، به من میگفتی من در جا با لگد اینا رو از کلان بیرون میکردم بدون اینکه چیزی، من نه چیزی از تو گذاشتم، نه اصلا اومدم بعد تو رو مثلا گفتم، نه ویدیویی از تو گذاشتم. تو چرا الکی می مثلا راجع به من ویدیو میذاری؟ بعد ممبرای کلنش، خب یکی حالا اسم نمیبرم، ارزش نداره که من اسم اینا رو ببرم، ولش کن، گذشت تمام شد، خدا کنه دیگه ما به اون حرکت‌ها نریم، به اون سمت‌ها نریم، تمام شد. خب آقا من روسترمو داخل یه روم میدن، میگن نظر بشینم، خب هاستام دست اینا میچرخه، دست همین چند نفر افراد هستن که روما رو اینا میچرخونن. آقا تو فکر کن اول روم میری میشینی، خب میشه آخر روم یارو میزنه کیکت میکنه از روم. خب مثلا تو از روم مثلا 2 نفر داخل رومن نشستی، روم وقتی فول میشه طرف استارت کیکت میکنه، استارت میکنه، تو خب خودت هم باشه ایست قلبی میکنی، از فشار میترکی. خب بعد بیاد مثلا برات پست بذارن آجی ممبراش، خب تو هم باشی همین کارو میکنی. ولی خب اشتباه بود آجی، راجبش ویدیو گذاشتم، کاش که مثلا اون موقع چیز نمیکردم آجی. من یه چیزی بود که بتونم باهاش برقراری ارتباط میکردم، باهاش حرف میزدم، اول مسئله بهش میگفتم، بعد یه کار دیگه میکردم. بعد یه موضوع دیگه هم بچه، من امید دالا نه باهاش ارتباطی داشتم، نه باهاش مثلا پلی دادم، نه مثلا رابطه‌ای بوده یا اصلا حرفی بوده، ما دوتا مثلا دالا اصلا با هم دیگه هیچ حرفی نداشتیم، مثلا فقط مثلا امیدو مثلا دیدم تو این مثلا قدیمی کامیونیتی تا اون حد، مثلا اینجوری بهتون بگم. خب بعد این امید کلی طرفدار داره، این نصف گیم طرفدار امیدن، امیدو بیشتر از امین فکر کنم دوست دارن داخل این گیم. بعدش دوتاشون هم طرفدارای خودشونو دارن، ولی خب امید بیشتر طرفدار داره. بچه‌ها یه چند روز پیش داخل یوتیوب یه ویدیویی من دیدم، طرف ماشینو ورداشته داره تو خیابون دور میزنه، دارم میرم دم درشون بیارمش بیرون. چه حرکتیه، چیه؟ داره کل از سر کوچهش میره اون ور کوچه، از اون کوچه میره این ور کوچه، بعد میندازه داخل اتوبان، از اتوبان میاد
نمیدونم میندازه داخل کمربندی دارم میرم پیداش کنم. بعد از آخر ویدیو فکر کن 30 دقیقه مثلا با ماشین دارن دور میزنن، بعد آخر ویدیو میگه پیداش نکردیم. خیلی خندن آجی. من خودم میبینم چجور مردم اینا رو میبینن. مردم اینا رو میبینن چون دلشون واسه امید تنگ شده. خب چون میخوان هر چیز سریعتر این برگرده، میخوان محتوا رو دنبال کنن، ببینم یه چیزی ازش حداقل داشته باشن. یه کلا خودتون میدونید دیگه دارم چی میگم بهتون. بعد من 12 روز هیچ ویدیویی نذاشتم. خدایی پینگم اینقدر بالا بود اصلا محتوا در نمیاد. خدایی من چجور با پینگ بالا بازی کنم، اصلا نمیشه کنم. وقتم نداشتم پلی بدم. من کلا این مدت درگیر خونه بودم. 2 ماشین داشتم، 2 رو فروختم رفتم. الان یه دونه خونه اوکی کردم. 3 میلیارد خورده یه واحد تو آپارتمانی برام تموم شد تو این وضعیت. بعد اومدم چیکار کردم؟ رفیقام گفتن داداش کل گیم دارن بهت تهمت ناسالم بودن میزنن، بیا بگیر یه کاری کن. داداش تو به زودی میخوای استارت تورنمنت ها رو بذاری، به زودی میخوای اتاق گیمینگ اوکی کنی، به زودی میخوای تیم اوکی کنی، میخوای کلا از حاشیه ماشی بیای بیرون. حاجی جواب هیچ کی دیگه ندی. اصلا هزاران آدم هستن راجع به ویدیو میزنن، اصلا دیگه از این به بعد هیچ ویدیویی راجع بهشون نذار. اینا در حدی نیستن. خب طرف بخواد یک بار تو رو بزنه تو 1000 بار طرفو میزنی. تا اون حده نصف گیم تو رو میشناسن، اونا رو هم میشناسن. خب بعد برگشت به من گفت یه اکانت هست اینجوری مشخصات داد. دیدم یه اکانت هست، خودم واقعا دیدمش پس چشمم اینو گرفت. گفتم همین الان میخرمش، همین الان معاملش میکنم، شماره طرفو بهم بده من در جا این اکانتو برم ازش بخرم. رفتم دایرکتش مشخصات دقیق اکانتو گرفتم. بعد اکانت اچ اس تانک داشت. اچ اس تانک خودت میدونی چقدر ارزش داره. تک سیو هند بود نزدیک 70 تا فول داشت، تمام کریتای بازی هم داشت. آقا من رفتم این اکانت رو از طرف خریدم به مبلغ تقریبا نزدیک 68 دینا تموم شد برام. ولی مثلا اکانت بیشتر از اون حرفا میارزید. من اینو خریدمش. بعد گفتم دیگه میرم روی این محتوا تولید کنم. داخل این کامیونیتی هر کیو بخوای بگی یه گذشته بدی داشته، یه همه خوب نیستن، همه یه کارهای اشتباهی کردن از قبل که الان پشیمونن، میگن کاش که این اشتباهی هیچ وقت نمی‌کردیم. همه داخل این گیم یه اشتباهی کردن. ولی مثلا من الکی بهم تهمت زدن، الکی بهم تهمت ناسالم زدن، اومدن خرابم کردن، ویدیو برام گذاشتن، تخریبم کردن، مخاطبو از من دور کردن، 1000 تا حرکت دیگه زدن تا من مخاطب از من بدش بیاد، بخواد مثلا فردا دیگه از من حمایت نکنن. ولی از موقعی که لایو گذاشتم، اومدم ویدیو کامل یوتیوب گذاشتم، استارت یوتیوب زدم، ویدیو کاملا رو بچه‌ها دیدن. من گفتن داش تو که هم میس میدی هم دایی تیم مثلا ریجت عادیه داداش. یارو طرف مقابل رو من ریاکت زد. بعد حسن خودش داشت میدید پشماش ریخته بود، میگفت داش تو که بازیت معمولی، اصلا ریجستر تیرت هم تیرات پینگت اصلا کلا با نوسانه، ریجستر اصلا چیز عادیه، چیزی نیستش که اینا بخوام به چیز کنن. الان داخل این ویدیو همه چی مشخصه دیگه داشت. طرف میاد مثلا برمیگرده ویدیو میذاره واسه ویو، خاطر اسم من خراب کنه. نمیدونم آسیا چیتره، آسیا نمیدونم اینجوری. دمتون گرم آقا، شما تو فکر کن من چیترم. ما که جواب به اینطور مسائل نمیدیم، کلا در حد اون نیستن که مثلا جواب بدم. ما میایم تولید محتوا میکنیم، فعالیتمون میکنیم. فقط تنها چیزی که داخل این گیمه حق من تو این گیم خورده شد. هیچ میگم اگه من الان زودتر فعالیتمون استارت می‌کردم، ما هم در حد 100 بیشتر ساب داشتیم، شاید هم بیشتر. زمانی که ما فعالیت می‌کردیم یه سری افراد بودن آرزوشون بود کنار ما بازی کنن، همون افرادا و همشون بالای 100 ساب دارن. چه فایده؟ ارزش نداره. آدم باید خودش چیز کنه، آدم باید خودش نگاه کنه، مخاطب واقعا اون چیزی که لایق حمایت رو حمایت کنه. خب من اگه بیام یه محتوای خیلی بد بذارم که خیلی مثلا بازیم بده داخل محتوا، میگن نگاه کن اصلا یارو نمیتونه راه بره. ولی بخوام یه چیزو خفن بزنم، یه شات خیلی 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 گاد بزنم، در جا کل کامنت ها میشه چیت، میشه تو ناسالمی اینجوری. بازی خورد و زدش زیاده. خب تو این گیم هیچ کی نیست بگه من تو این گیم همه رو زدم و من نمیمیرم. خب همه کامیونیتی میمیرن، هر کی میاد اوپن میمیره، هر کی تور پلی میده داخل تور میمیره. 10 تا فایت بزنه 5 تاشون میخوره، 20 تا فایتو بزنه 2 تاشون میخوره. اصلا امکان نداره.
ولی خب داشت من اومدم سبک بازی رو عوض کردم، اومدم بهتون یاد دادم چجوری داخل یه مچ اوپن کمترین ناکیو بدید، چیکار کنید، چجوری تیمی بازی کنید، چجوری با رفیقاتون مچ بشید. اومدم همه اینا رو بهتون گفتم. شاید نتونم جای قدیمی کامیونیتی رو پر کنم، ولی خب تمام تلاش خودمو میکنم همیشه بهترین محتوا رو برای مخاطبم ارائه بدم که مخاطب با دیدن ویدیوهام یاد پلیرایی که خیلی دوستش دارم بیفتن. همیشه سعی کردم بهترین ویدیو رو براشون بسازم، یه محتوایی بذارم که خودشون عشق کنن، لذت ببرن از اون ویدیو، یعنی ثانیه به ثانیه ویدیوم براشون ارزش داشته باشه. وقت میذارم. آسیاتون تا خایه تو حاشیه بود، می‌دونی چی میگم، تا خایه کل گیم ازش متنفر بودن. اومدم دوری کردم، اومدم پشت سر گذروندم، گفتم اینا که از من متنفرن 1000 تا ویدیوم راجبم ساختم، هیچ بکی ندم بهشون. یارو مثلا با چیت اومد ازم ویدیو ساخت، خب بعد اومده بود گفته بود اینو زدم، در حالی که اولین ویدیویی که دیدم به جون مادرم قسم 1 ماه رو ویدیوش گذشته 300 تا ویدیوش ویو خورده. بعد من ویدیو رو دیدم، طرفو نمیشناختم. خب یارو برگشته بود از من ویدیو گذاشته بود، خب ویدیو فیک بود. آسیا کاستوم با تگ روبیکا، یا خدا من کی با رفتم تو کلن روبیکا یا حضرت عباس. تگ مگا چیه اینا، چیه؟ ایست قلبی میکنم اینا رو میبینم، خدایا شکر. بعد روش 300 تا ویو خورد. یه پست دیگه بود یارو استریمر مود من زده بود، ویدیو کرده بود، این استریمر مود آسیا کاستومه. رفتم گفتم باید با مدرک ثابت بشه که این استریمر مود واسه من نیست. خب رفتم نگاه کردم دیدم استریمر مود ویدیو فیک زده آجی. یارو اومده معلوم نیست کیو زده اصلا. استریمر مود اکانت اصلیم داخل تمام ویدیوها مشخصه، همش معلومه دیگه، همه میبینن دیگه. من چند سیزن رنک 1 گرفتم با اون اکانتمو اسمشو نشناسن، استریمر مودشو همه میشناسن. تا اون حد بود. از رفیقام ویدیو گذاشتن، از همه ویدیو گذاشتن. خب دیدم یارو خیلی کنده پروتر از این حرفا. اومد از کسی که خیلی دوستش دارم ویدیو گذاشت، یعنی اینو گذاشت من کلا قاطی کردم، گفتم من نمیخوام وارد حاشیه بشم با هیچ سگی، اینا رو اصلا من حساب نمیکنم، ارزش نداره که من اینا رو توی اسم توی ویدیو بیارمشون. ولی سر این حرکتش یه حرکتی میزنم روش تا آخر عمرش این حرکتش فراموش نشه. یه کاریش میکنم تو عمرش اینطور ضربه‌ای که من زدم به اینا هیچکی به اینا نزده باشه. حالا ببین چی کارش میکنم آقا. تا من اینو گیرش آوردم یه کاریش کردم دیگه، خودش فهمید داستان چیه. یارو زبونش رفت زیر چیزش. بچه‌ها من تنها فردیم که خب تو این گیم بیشترین دشمن تو این گیم داره. خب حتی مثلا طرف مقابلم هم نشناسم. خب این یه چیز خیلی بده، تو حتی طرفتو نشناسی، طرف دشمنت. هیچ میگم بدتر از اون دوستیه که تو رود خوبه پشت سر پیش آدمای دیگه حرف میزنه. هیچ میگم اگه این حرکت روتون اجرا شده باشه خودتون میدونید داستان چیه. تو این مدت که ویدیو نذاشته بودم همه پیام میدادن آریان تو هم رفتی فعالیت نکردی، چی شد یوتیوب دیگه استارت نمیزنی؟ چرا دیگه محتوا تولید نمیکنی؟ چرا دیگه ویدیو یوتیوب نمیذاری؟ ما هر روز مشتاق دیدن ویدیوهاتیم، ویدیو بذاریم ما بیایم ویدیوهاتو ببینیم. تنها کسی که ویدیوهاش ارزش داره ویدیو خودت. همه دارن کلیک بیت میزنن، همه دارن الکی فعالیت میکنن. خب ولی خب ما وقت میذاریم واسه محتوا تولید کردن. حاضرم هیچ وقت حمایت نشم ولی هیچ وقت از کوچکترین دروغ و کلیک بیت رو ویدیوم استفاده نکنم. خلاصه که خیلی عشقید، خیلی حرف زدم بچه‌ها، شرمنده خیلی حرف زدم. میخوام ویدیو کامل مچو ببینید و خودتون لذت ببرید. اگه دوست دارید از این ور رو ویدیو حرف میزنم، اگرم دوست نداشتید دیگه حرف نمیزنم رو ویدیوها. بعد داخل کامنت ها بهم بگید. بعد ویدیو رو حمایت کنید که انرژی بیشتری داشته باشم واسه فعالیت‌های بعدی و کلا انگیزم بره بالاتر و محتوای بهتری براتون آپلود کنم. خیلی عشقید، مراقب خودتون باشید. کوچیک‌های تک تکتونم بریم سراغ ادامه ویدیو و یه لایک و ساب دلی پای ویدیو بکوب که زحمت‌های داداش نخواب. خیلی عشق. بزنه
سم بزنش کاورش بدیم وایس با باکس منو روک نکن باکس منو منم بی غیرت منم امچه منو بده امچه منو توف کن به ناموسم فوش اول تا آخرتون میگم امچه منو توف کن دوش باید پوش بدم شما سه دان منو بندم با دلا زدم زیرش گذاشتم با 6 تا پارت 50 کیلو یا شروع خودم مثلا بعد من باش تایمم 300 تا ویدیو خود دیگه نفرستم یه سرور آریان که ویدیو ما تلگرامش باید یا دیگه بودم فوش بده داشت فوش بده داشت همش من 10 تا کیل زدم سعی میکنم نگاه میکنم چی زدم یا حضرت عباس چی زدم کردم هدشو زدم تخمه آگم وارس شاد آگم بیاید بله چیزمو بندازم یا از اون در داخل علی ترک برو بر بار بنگت کرد اون چیزی که هیچ بینه Enemy is near. Enemy down. Engaging the آیم وایسا منم برسم به
پرواز نکن با اسنو. این هیدر رو یه میزدم سکته میکرد. حیف زدم. Close in! Get some rest, soldier. کاور آریان، کاور آریان. سری ایرانی خرده جذبشون. چیز تو بندازیم دیگه. Get some rest, soldier. بیا نه راست Get some rest, soldier. Get some rest, soldier. The airdrop is coming. برو الان بیر میشه. Airdrop has been delivered. کاست نمید Chip terminal is almost ready. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. خیلی عشقید. مراقب خودتون باشید تا ویدیوهای بعدی. بوس به کلهاتون.